بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی که گفته گذاشتم خواهران عزیز و تمامی تماشابینان و مخلصان علمی که بعداً انشاءالله ما رو در یوتیوب یا در دیگر شبکه های اینترنتی میبینند. امروز اولین درس اخلاق و اصلاح کردن قلب و وجدان رو داریم. بعد از با توفیق پروردگار تمام کردن کتاب عقیده طحاوی، اول گفتم یک عقیده دیگر گیریم، بعدن الحمدلله با مشورت خواهران عزیز گفتیم بیاید یک درسی اخلاق با هم داشته باشیم. و یکی از کتاب هایی که مؤلفش ابن حبان هستند، ابن حبان از محدثای هستند که تقریبا همه میدانید، یعنی کتاب مشهورشان است که سنن حدیث نوشتگی هستند. ابن حبان یک کتاب دیگر در مسئله اخلاق نوشتگی هستند، نامش روضة العقلاء و نزهة الفضلاء، یعنی باغ عاقلان و آرامش اهل فضل. اگر معنوی ترجمه کنیم، نزهه رو به معنای استراحت و آرامش دهیم. این کتاب رو من خودم هم گوش کردم، هم پیشتر ورق زده بودم. راستی گپ خیلی از همین کتاب فایده های گرفتم. همیشه آرزو داشتم که روز شود همین کتاب رو من برای خواهر و برادران، برای شاگردان عزیز گفته گذارم، درس کنیم که الحمدلله آن روز آمد. امروز از همین کتاب شروع میکنیم درس اخلاق و اصلاح نفس را و باذن الله میبینید که چقدر گنجینه های در این کتاب نهفته هست، چقدر از خزائن حکمت داخل این کتاب هست و ما از آن بیخبر هستیم. چه خیلی گفتم ابن حبان از محدثای مشهور و از جای من و شما می باشن، یعنی از سیجستان هستن که بین افغانستان و ایران و پاکستان پیشتر مثلا بلاد یا کشور فارس به کشور فارس داخل می شود. و دو کتاب مشهورشان، یکی آن حدیث باشد، دیگر این است که باذن الله این روضة العقلاء را با هم میگیریم. و یکمین باب درباره الحث علی لزوم العقل و صفت العقل اللبیب می باشد، یعنی بردوام در عقل بودن یا با عقل شریک بودن و صفت انسان‌های با مغز و عاقل چگونه هست. و من تمام عربی هایش رو اگر خواندم و ترجمه کردم وقت خیلی زیاد می رود، برای همین فقط تاجیکیش رو گرفته می رویم. و چه خیلی گفتم خودی نویسنده از علمای حدیث می باشند. تقریبا تمام سخنهایی که در کتاب آوردگی هستند با سند، اگرچه بعضیش ضعیف باشد هم به هر حال به سند چیزی رو نگفتن. و اینجا میگویند همدیگر رو تشویق کردن و لازم داشتن عقل، که همیشه عقلت با خودت باشد، هوش و عقلت با خودت باشد. و انسان‌های عاقل چی صفت دارن؟ چون کتاب چه خیلی گفتیم کتاب یک محدث است، اولا شروع میکنند با حدیثی که از سهل بن سعد روایت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ان الله یحب مکارم الاخلاق و یکره سفسافها. همانا پروردگار دوست می‌دارد اخلاق نکو را و بد می‌بیند بد اخلاقی را. یعنی شروع میکنند کتاب را با چی؟ با اینکه خداوند از صفت‌هایی که در بنده‌هایش دوست می‌دارد این با اخلاق بودن و خوش اخلاق بودن است و بد اخلاقی را بد می‌بینند. سپس میگویند من در حدیث چیزی درباره عقل پیدا نکردم و جز این حدیث که خودی همین حدیث دلالت میکند به این که انسان‌های عاقل که از اهل اخلاق هستند و انسان‌های بی عقل خود چی هستند؟ از اهل بی اخلاقی یا از بد اخلاقان می باشند. بعد از این معنای عقل رو به من و شما می فهماند. خیلی پیشتر که می پرسیدم که عقل گفته چی رو می فهمیم، می گویند اسم العقل اسم یقع علی معرفت بسلوک الصواب والعلم باجتناب الخطا. میگن عقل چیزی هست که با آن شما راه راست را میشناسید و علمی هست که از خطا خود را باز می‌دارید. یعنی عقل وقتی ما میگویم یک انسان عاقل است، او راه درست و راه خطا را جدا کرده میتواند. عقل گفته
اسمی را یا چیزی را میگویند که با آن انسان از خطاگی خودش را برکنار میکند و به کارهای خوب با آن دست میزند. بعد از این میگویند وقتی از ابن مبارک از تابعین مشهور پرسیده شد که ما خیر ما اعطی الرجل، بهترین چیزی که به مرد پروردگار میدهد، یعنی بهترین هدیه چی هست؟ ایشان گفتند عقل بالا. عقل بالا. بعد از آن اگر عقل بالا نداده باشد چی؟ گفتند آداب خوب. اگر آداب اخلاق یعنی بعد از آداب خوب چی؟ گفتند یک دوستی که او را نصیحت کند و مصلحتگرش باشد. گفتند اگر یک دوست نباشد چی؟ گفتند در این وقت سکوت، خاموشی. یعنی بهترین چیزی که تو داری عقل است که با آن تو بدی و خوبی ها را جدا میکنی و به یکی دست میزنی به یکی نه. دویومش اگر به این درجه نرسیده باشی یا این گونه چیز در تو نباشد، آداب خوبت. اگر این نداشته باشی آداب خوب هم حداقل یک نفری که تو را نصیحت کرده استد، این هم اگر نباشد صمتون طویل، خاموشی. اگر خاموشی نباشد چی؟ میگوین موتون عاجل، بهترش بمیری. یعنی مادامی که نه عقل داری، نه اخلاق داری، نه یک دوستی خوبی داری و نه زبانت را کنترل کرده نمیتوانی، یعنی ساکت بوده نمیتوانی، مرگ برای تو بهتر است که خیلی در این حالت انسانی ضررناک هستی. سپس ابو حاتم خودی مؤلف ابن حبان میگویند بدانید عقل دو نمود می شود. عقل در انسان ها دو نمود می شود. عقلی که او طبیعی هست، خداوند در تمام انسان ها آن را جای کرده است و با آن عقل انسان ها فرق می کنند از حیوانات و آن در همه انسان ها هست. دویمش عقلی که تو خودت آن را کسب می کنی، خودت برای آن کوشش می کنی و آن را به دست می آری. و عقلی که طبیعتاً الله به تو داده است، در داخل تو آن را خداوند کاشته است، یعنی در مغزت، آن مانندی زمین است. اما عقلی که خودت آن را به دست می آوری، آن مانندی دانه هست که به زمین می کاری. بدون که عقل تو اگر زمین باشد، بالایش دانه نکاشتی هیچ فایده ندارد. از زمین خشک کسی فایده نمی گیرد تا زمانی که بالای او دانه بیروید و یک گیاه دیگری درخت شود. از این یعنی عقل خداوند داده را تا زمانی که تو سیقل نمیدهی، نمود دویومی عقل را به آن پیوست نمی کنی، نه خود از آن فایده میگیری نه دیگران. باز یک مثال دیگر میزنند، میگویند عقل خدا داد که در همه انسان ها در وجودشان هست، مانند ریشه های درخت باشد. عقل دیگری که انسان برای آن را به دست آوردن کوشش میکند، آن مانندی شاخه ها و میوه های درخت است. از ریشه درخت کسی فایده نمیگیرد تا زمانی که تنه بزند، شاخه هایش این طرف و آن طرف شوند و از آن میوه بیروید. یعنی شما عقل خداداد را زمان استفاده برده می توانید، زمان از آن دیگران استفاده می برند که آن حاصل دهد. یعنی حاصلش هم دویم نمودی عقل که شما باید آن را به دست بیاورید. و اینجا یک شعر خیلی خوشروی میگویند من این شعر را از عبدالله ابن عکاش شنیدم که گفتند یزین الفتى فی الناس صحت عقله و این کان محظورا علیه مکاسبه. یک جوان وقتی عقل کامل دارد، او در بین مردم خیلی زیبا و با احترام است، اگرچه پول و مالش کم باشد. اما یشین الفتى فی الناس خفت عقله و این کرمت اعراقه و مناسبه. اما یک جوان وقتی عقل کم دارد، اگرچه او خیلی از عائله های نامدار باشد یا پول و مال داشته باشد، هم در بین مردم بی آبرو هست. یعنی انسان را در بین مردم چیزی که آبرودار میکند عقلش هست و چیزی که او را بی آبرو میکند این بی عقلیش هست. سپس میگویند بدانید که عاقل باید
انسان عاقل همان گونه‌ای که تن خود را غذا می‌دهد و خوراک می‌دهد و پرورش می‌کند، عقل خودش را هم باید پرورش کند. همان گونه‌ای که تن تو اگر غذا نخورد، طعام نخورد، ضعیف می‌شود و حتی به هلاکت می‌رسد، عقلی که خداوند به تو داد، اگر تو او را با حکمت، با علم و با کتاب و با نشستن با علما، عموما با حکمت آن را اگر پر نکردی، عقل تو هم از بین می رود. پس همان گونه که برای جسمت را پرورش کردن غذا و طعام همیشه جستجو میکنی و سیر میکنی، عقلت را هم با حکمت همیشه سیر کن، وگرنه به خبر میمانی که یک باره ضعیف شده است و بیمار شده است و از بین رفته است. و چگونه، با کدام حکمت، چگونه میگویند عقل خود را ما غذا دهیم، سیر کنیم؟ عقل را با تفکر کردن درباره مخلوقات الله و قدم زدن در زمین الله و البته که با آموختن علم و نشستن با اهل علم انسان سیر میکند. در دوامش میگویند عقل چقدر نعمتی بزرگ است. یعنی همان عقلی که تو خطا رو میشناسی و صواب یا راهی درست و حق رو میشناسی. عقل میگویند دوای قلوب است، یعنی دوای دل هاست و برای هر یک مجتهد یا برای هر یک عالم یک قلمی مهم یا گفتم یک وسیله مهم است و این چنین دانه های هست که تو آن رو میکاری، یعنی با عقلت برای آخرت تو همیشه در کشت و کار هستی و این چنین تاج مومنان است در دنیا و برای به یگان خطاگی های از حد شدید و نخوردن یک آگاه کننده هست و هر کسی که عقل ندارد، اگرچه پادشاه در پشت او باشد هم، یعنی شاههای دنیا، او هیچ عزت ندارد و اگرچه تمام مال دنیا در دستش باشد هم او قدر ندارد. یگان پولدار بی عقل را کسی احترام نمی کند. یگان بی عقلی که هزار و یک آبرودار در پشت او هستند کسی عزیز نمی داند. و این را بدانید، لا عقل لمن اغفله عن اخراه. هر کسی که از آخرت غافل است و در دنیا به لذت‌های دنیا آمیخته هست و با آن مشغول است، او عقل ندارد. هزار کتاب نوشته باشد هم، هزار از لینین و از اینشتین و از دیگر و دیگرها باشد هم، هر کسی که در دنیای دروزه با دیدن این همه مرگ، با دیدن این همه رفتنی و با کم بودن مدت زمانش در روی زمین باز برای آخرت کار نمی کند و او با لذت‌های دنیا مشهور است یا ببخشید مشغول است، هر کی باشد هم، هزارها کتاب نوشته باشد و هزارها شعر ایجاد کرده باشد هم، او عقل ندارد. وگرنه عاقل از این دنیا به خود عبرت می گرفت و به لذت‌های دنیا فریفته نمی شد. و می گویند چگونه که بدترین بیماری جهل است، یعنی نادانی بدترین بیماری هست، کذالک اشد الفاقة عدم العقل. همین گونه از سختترین کمبغلی بی عقلی هست. وقتی یک انسان عقل ندارد، یعنی هر چی دارد، پول و مال دارد، خیش و تباری عملدار و خیش و تباری مقامدار دارد، اما عقل ندارد، به هر خطای دست میزند، در این وقت او کمبغلترین انسان است. و هر کسی که جاهل است، اگرچه صحتمند باشد و نیرومند باشد هم، او خیلی بیمار است. در دوامش میگویند بدانید این دو چیز با هم دشمن هستند، یکی عقل، دیگری هوا و هوس. دیگری هوا و هوس. هر دوی اینها با هم نمی آیند. انسانی که در هوای و هوس زندگی می کند، هر چی دلم می خواهد آن را می کنم میگوید، او عقل ندارد. انسانی که عقل دارد از پی هوا نمی شود. و میگویند انسانی با عقل وقتی بین فکرش یا بین عقلش و بین هوایش یک چیز یا گفتم سخن سر میزند،
عقل خود را پیش میگیرد، به هوایش میگوید تو انتظار باش. نه اینکه نه دلم کشید، من الان خواستم، من از آن خوشم آمد گویان از پی هوا نمی شود. بعد از این میگویند معاویه ابن ابی سفیان رضی الله عنه باره از یک مردی که خیلی عمر دراز دیده بود میپرسند که به من بگو بهترین چیزی که در این عمر طولانیت دیدی چی هست؟ او میگوید عقل طلب به مروعت مع تقوی الله و طلب الاخرت. بهترین چیزی که در این عمر دراز خود دیدم عقل هست که انسان با سبب آن عقلش، یا گفتیم انسان آن عقلش را، آن عقل خداداد را در پرهیزگاری و طلب آخرت و مردانگی، یعنی جوان مرد بودن، کمک کردن به دیگرها، با همت بودن استفاده میبرد. یعنی آنهایی که خداوند عقل داده است و عقل خود را برای طلب آخرت و تقوا پیشه کردن و در با مروت بودن، جوان مرد بودن و در کمک دیگران بودن استفاده میبرند، بهترین چیزی است که من در دنیا دیدم. و از اینجا میگن عقلی که طلب آخرت کرد، چون عقل‌های هم هستند، در حقیقت عقل هست اما طلب آخرت نمی کند. او برای دنیا عقل خود را استفاده میبرد و چقدر شر و بدی بالای مردم نمی آورد. بعد از این میگویند بدانید که دین یک انسان از حسن بصری روایت می آورند یا گفتیم آثار می آورند ما تم دین عبد قط حتی یتم عقله. میگویند دین یگان انسان کامل نمی شود تا زمانی که او عقلش کامل نشود، عقل خودش کامل نشود. و آنهایی که عقل دارند و عقل بالا دارند همیشه نفس خود را محاسبه میکنند، ای تو چی کار کردی، چی کار کرده ایستاده ای، و همیشه درباره چقدر کم کردن عملهای ثواب خود فکر میکنند. میگویند عقل قلبها را بنا میکند، یعنی قلبهای انسانها با عقل ساخته می شود و عقل انسانها را به آرزوهایش می رساند. و بدانید که سعادت عقل یعنی خوشبختی در عقل دار بودن هست و آنهایی که اختیار خوب کرده می توانند، چی بد است و چی خوب است آن را جدا کرده می توانند، انا اینها عاقلان هستند. و اگر عقل را صورت کرده می شد، به شکل در آورده می شد، آفتاب در نزد روشنایی عقل خیلی و خیلی تاریک و ظلمات وامی نمود. یعنی میگن اینقدر عقل روشن است، اینقدر عقل نورانی و پر از نور است که آفتاب با آن همه بزرگی اگر عقل را ما به یک صورت در آوردیم، در نزد عقل به نور و تاریک می نماید. بعد از این میگویند بدانید انسان عاقل به اون چیزی که الان از سرش میگذرد و به اون چیزی که از مصیبت ها به سرش می آید یا که شاید بیاید غم نمی خورد، برای آن که می داند که غم فایده ندارد. شاید پس از 1 سال به سر من این گونه آید، شاید پس از مدت احوال من خراب گردد، شاید فرزندان من به آن روز گرفتار شوند، شاید فلانی بالای سر من بلای بیاورد. اصلا برای آینده غم نمیخورد، چون میداند که غم فایده ندارد و غمی زیاد میگویند عقل را ضعیف میکند. یعنی برای چیزهای آینده غم خوردن عقل انسان را ضعیف میکند. تو بعد از اینکه عقلت ضعیف شد به خطا و به صواب راه رفتن را گم میکنی، یکی به خطا رفته میمانی، یکی از کارهای درست دست کشیده میتوانی. و این چنین میگویند انسانی با عقل به گذشته ها غصه نمیخورد، برای آینده غم نمیخورد، به گذشته هایش غصه نمیخورد، چون میداند که غصه خوردن
اون مشکلی های گذشته رو، مصیبت های گذشته رو از نو حل نمی کند. هر بدبختی که داشتی با غصه خوردن دیگر به خوشبختی تبدیل داده نمی توانی و غصه زیاد عقل را ناقص می کند. و والله خواهران عزیز، امروز اکثریت بیماری های فراموش خاطری که هستند همان فکرهایی هست که ما به گذشته ها می افتیم، چه از الزایمر باشد، چه از دیگر بیماری های عصبی باشد که این عالم این همه پیش به ما گفتن که به گذشته ها غصه نخورید، عقل شما رو ناقص میکند. امروز علم طب اعصاب هم آن را اثبات کرده است و به نزدیکی یکی از خیلی طبیبی مشهور ترک رو گوش کرده بودم که میگوید هرچی از گذشته و از غم ها فکر میکنی، هرچی تارهای عصبی تو خراب شدن میگیرد. و ابن حبان رحمه الله میگویند بدانید که غصه خوردن به گذشته ها گذشته شما را اصلاح نمی کند، بلکه عقل شما را ناقص میکند. بعد از این میگویند عقل انسان یک سپری هست که انسان پیش از به بلای گرفتار شدن با آن فکر میکند. یعنی انسان عاقل پیش از دوچار شدن به یک مصیبت، به یک گرفتاری، آن عقل را استفاده میکند و فکر میکند که الان چی کار کرده ایستادم، سپس چی میشود. و هر وقتی که با اون مصیبت آمد با آن عقلش، یعنی عقل خود را کار میفرماید و آن مصیبت را از خود دور میکند. یعنی هر وقتی که کار را کردنی هستی، علل خصوص وقتی میدانی عاقبتش خوب نیست، قهرگی، جنگ و جنجال، غمبغلی، قرض چیزی می شود، هنوز آن را شروع نکرده فکر کن. توکل به کارهای میکنی که تو در آینده اش تقریبا اکثریتش به نفع تو می شود میگویی، نه اینکه چیزی که کلا میدانی که همش بر ضرر تو هست بر آن توکل نمی شود. میگن عاقل عقلش را پیش از یک بلا به سرش آمدن استفاده میبرد، سپس مشکلی به سرش آمد آن عقل خود را استفاده میکند و آن مشکلی را برطرف میکند. اما برطرف کرده هم نتوانیست، رابیه و صبر. در این وقت مؤمنی با عقل راضی میشوی و صبر میکنی. یعنی در اینجا دیگر قدر هست، عقلت را استفاده کردی، همین کار نباید شود بود اما شد، بعد از شدن کوشش کردی، هرچی از دستت آمد کردی، اما باز هم به آن گرفتار شدی، دیگر صبر کنی و راضی شو، بگو قدر الله ما شاء و فعل، خداوند این را تقدیر کرده بوده است و شد و من هم به این راضی هستم. و در دوامش میگویند انسان عاقل از یگان کس نمی ترسد و در ترس زندگی نمی کند، برای آنکه او می داند که کسی که از او باید ترسی این الله می باشد. و هر وقتی که به یک حالتی ترسناک واقع شد، البته از آن حالت بیرون شدن را کوشش می کند و راه را هم پیدا می کند. و هرگاهی که چیزی از دستش رفت، داشته هایش، فرزندش، داراییش، روزهای خوبش، حتی جوانیش، بجای این که نشیند و غصه خورد میگوید من اینها رو از دست دادم، اما چی چیزهای دیگری هم هست که در دستم است. خدایا یک فرزندم رفت اما 3 فرزند دیگر دارم. خدایا مالم رفت اما الحمدلله قرضدار و افتیده نیستم. یکی قرض دارم اما سلامتی هم در دستم هست. وقتی نداشته هایش رو فکر میکند، همانا بعد از این داشته های خودش را فکر میکند و شکر میکند. و اصلا انسان عاقل عفت خود را نمیفروشد. معنای عفت خود را فروختن همت خود را نمیفروشد. به خاطر پول، به خاطر چیز دنیا نزد کسی سر ذلت خم نمیکند. انا این میگویند شعب العقل است، یعنی شاخه عقل و اساس عقل میباشد. بعد از این میگویند، اینجا روایت تا کجا صحیح هست نمیدانم، از حضرت علی میگویند روایت است که وقتی حضرت آدم از جنت به زمین فرآمدند، جبرائیل به نزد حضرت آدم می آیند و می گویند به من خداوند امر کرد که به تو این 3 اختیار رو دهم. یعنی خداوند مرا امر کرد که
این 3 چیز رو به دست تو ببخشید نزد تو بیاورم و تو یکی از اینها رو اختیار کنی. حضرت آدم میگویند بگو کدام است؟ جبرائیل میگویند یکی حیا یعنی شرم و حیا، دیگر دین، سیومی عقل. حضرت آدم میگویند من عقل را اختیار کردم. سپس جبرائیل به شرم و حیا و دین میگویند هر دوی شما بروید، چون آدم عقل را اختیار کرد. شرم و حیا و دین میگویند نه، هر کجای عقل است ما هم آنجا هستیم، یعنی ما ترک نمی کنیم. سپس جبرائیل میگویند هر سه با هم باشید. یعنی روایت تا کجا صحیح هست نمیدانم، ولی همین گونه یک معنای جالبی دارد که هر جایی که عقل هست آنجا شرم و حیا هست، آنجا دین است. هر جایی که بی حیاگی هست بدانید که آنجا بی عقلی است. یعنی یگان انسانی عاقل بی حیاگی نمی کند. یگان انسانی عاقل به بی تربیتی یا گفتیم به بی ناموسی دست نمی زند و این چونین یگان انسانی عاقل سخنهای خدا را یکسو گذاشته، دین دیگر از چیزهای عقب مانده هست، ما باید تقدم کنیم، پیشروی کنیم، گویان دین را زیر پا نمی کند. بعد از این میگویند هر کسی که عقلی خوب داشته باشد اما سیمای قبیح داشته باشد یا به گفت ما چهره بی‌زیب داشته باشد، در این وقت آن عقلش آن زشتی های چهره او را پنهان میکند. یعنی اصلا میگن یک انسانی که زشت صورت است، خیلی بی‌زیب است، وقتی عاقل است کسی از او نفرت نمی کند، چون عقل او آن همه عیبهای چهره او را، قد پستیش را، سیاه پوستیش را، بینی کلانش را، همه چیز را می پوشاند. اما برعکس هر کسی که میگویند قد و قامت خوشرو دارد اما عقل پست دارد، اون بی‌عقلیش تمام زیبایی او را میپوشاند. یعنی عقل تمام زیبایی ها را تمام بی‌زیبی ها را زیبا میکند و بی‌عقلی تمام زیبایی ها را از بین میبرد. برای همین هر زنی که یا هر مردی که عقل خود را صیقل نداده به زیبا کردن کتفشو، نمیدونم چهرهشو، قدشو، خراب کردن خودشو، دیگر کردن چهره هایش هست، وقتی عقلت نیست هزار خودت رو خوشرو کردی کسی تو رو به یک تین نمیگیرد، چون به عقلی تو تمام آن صورت خوبی تو رو میپوشاند. در دوامش میگویند اکنون بیاید ببینیم آفتهای عقل چه هست، یعنی عقل انسان رو چه چیز نابود میکند و این خیلی مهم است خصوصا برای زنها. عقل انسان رو میگویند مصیبت زیاد و این چونین دارایی یا گفتیم آسودگی از حد زیاد نابود میکند. چرا؟ چون وقتی بلا و مصیبت از حد زیاد شد، چه خیلی گفتیم غم و غصه ها عقل رو نابود میکند و در حقیقت کم نیستند. پس از مصیبت فراموش خاطر شده ها، پس از مصیبت حتی یگان آیت رو خوانده فهمیده نمیتوانسته ها. دوم میگویند رخا یعنی آسودگی، از حد پولداری و از حد چی خواهم کنم، این میگوید انسان رو به کبر میرساند. یعنی مصیبتی از حد زیاد، مشکلی های از حد زیاد و این چونین از حد آسوده حالی، هر دوی اینها دشمنی عقل هستند. یکی عقل را با غم و با غصه هایش نابود میکند، دیگر عقل را با متکبری و هرچی دارم میکنم. برای همین میبینید که ببخشید اکثریت انسان هایی که از حد برای فرزند خود حیات شاهانه را مهیا میکنند، فرزند های ارکه و بی عقل بزرگ میکنند. بی عقلی که حتی نه احترام پدر و مادر رو میداند، نه احترام زن و فرزند رو. از چی؟ از اینکه هرچی خواست در دنیا در دستش بود. از این طرف آنهایی هم که همیشه گرفتار مشکلی و بلا هستند که خداوند مصیبت ها را از سر مایان و از سر تمام بنده های مؤمنش دور کند، آنهایی که در مصیبت زیاد هستند آنها هم عقل خود را در جایش درست کار فرموده نمیتوانند. بعد از این میگویند وقتی که در دوامش میگن انسان عاقل اصلا کسی را فریب نمی کند.
اصلا کسی را فریب نمی کند، برای آنکه عقل برای او این چیز را اجازه نمی دهد. و انسان عاقل در یگان جای تا زمانی که از او نپرسیدن سخن را شروع نمی کند، یعنی خود را خار و بیچاره کرده گپ زدن نمی گیرد. و این چونین تا زمانی که یقین می کند که آن طرف او را قبول دارد و بحث و مناظره شروع نمی کند. میرا همان بحث و مناظره است. یعنی وقتی که تو میدانی که آن طرف سخنی تو را قبول کردنی هست که از گفتارش و از نگاهایش معلوم میشه، ببخشید، بعد از این با او چی میکنید؟ با او میرا یا اینکه با او بحث و مناظره را شروع میکنید. و این چونین وقتی که از تو خواستن صحبت میکنی، یعنی کسی نخواسته از پیش خود گپ نمیزنی، حقی ببخشید در این وقت تمامی آبرویت میرود. و این چونین در جواب دادن تا که ثابت در جواب نباشه که تمام جواب من همین است و درست میگویم، شتاب جواب نمیدهی. و چیزی مهمی دیگر میگویند، عاقل، انسان عاقل اصلا یگان نفر را تحقیر نمی کند. برای آنکه وقتی که یک سلطان را، یک انسانی خیلی با آبروی را تحقیر کرد، دنیایش نابود می شود. وقتی اهل دین را او تحقیر کرد، دینش هلاک می شود. وقتی برادر و نزدیکانش را تحقیر کرد، مروتش، جوانمردیش از بین می رود. و وقتی که مردمی عادی را تحقیر کرد، آبرویش از بین می رود. کی را تحقیر نکنی هم تو در اینجا خسران تو هستی، باخته تو هستی. برای همین اصلاح کار هستی، به تحقیر اصلاح میکنی. یعنی انسان عاقل یگان نفر را، نه شاه را، نه گدای را، نه با علم را، نه به علم را تحقیر نمی کند. تو این هستی و تو اون هستی گویان، چون انسان تحقیرگر در همه حالت چه هست؟ زیر پا است. بعد از این میگویند انسان عاقل اصلا از عیب خود بیخبر نمی ماند. هر کجایی که عیب دارد از پی آن است. وقتی انسان با عیب خود آواره نیست، در این وقت خوبی های دیگران را دیده نمی تواند. وقتی انسان با عیب خیشتن آواره هست، خوبی های دیگران را می بیند. فلانی دارد و من این چیز را ندارم. اما وقتی گفتی فقط فلانی دارد یا ندارد، بخبر هستی که خودت چی کمبودی های را نداری. بعد از این میگویند بدانید عقل با تجربه هست و عقل با جدی فکر کردن هست. وقتی شما تجربه در کار دارید یا در مسئله جدی فکر میکنید، طولانی فکر میکنید، در اینجا این نشانه با عقل بودن شما رو میفهماند. وقتی که تجربه نداری، در مسئله فکر کرده، حتی سخن کردن رو برای خود خستگی میدانی، به فکر و به خیال سخن کردن میگیری، معنای این چی هست؟ اصلا از عاقل بودن نیست. در دوامش میگویند انسان عاقل در خوردیش از همه فقط خوبی ها رو انتخاب میکند و وقتی کمی بزرگ شد فقط با چشم عبرت به همه جا نگاه میکند و کمی دیگر جوان شد عفتش رو نگه میدارد، چون در جوانی به بی عفتی دست زدن خیلی و خیلی آسان است. و وقتی پیر شد به پیریش راضی می شود و زیادتر فکر می کند. یعنی بعد از 30 سالت به جای رسیدن فکر نکرده گپ زدن، این نشانه بی‌عقلی است. و وقتی که می گوید در زندگی قدم نهاد، همیشه یک هدف دارد ولی به خاطر هدف شرف خود را نمی فروشد. خیلی این مهم است. من باید به فلان هدفم برسم، اگرچه زیر پای دیگران باشم، اگرچه مرا تحقیر کنن، اگرچه من پیش بعضی ها ببخشید همیشه در سر خم و در تعظیم باشم. نه، آره انسانی با عقل باید هدف داشته باشد، اما شرفت باید از هدف تو بالاتر باشد. و میگویند بدانید عقل را وقتی استفاده نکردی هیچ فایده نیست، ولی در جایش استفاده کن.
فرصت ها رو غنیمت دان و در فرصت ها عقل خود را استفاده کن. یعنی با جایهایی که فایده ندارد عقل خود را استفاده نکنید، ذهن خود را. من زیادتر میگویم به شاگردان که من حیران میشوم به گروهی که اینقدر غم میخورند برای چیزهایی که اصلا به آنها رابطه ندارد و اما چیزهایی که به خود آنها رابطه دارد دربارش حتی فکر هم نمیکنند. یعنی انسان عاقل عقل خودش را در جایش استفاده میبرد و عقل خودش را ذخیره میکند به کارهای فایده دار. بعد از این میگویند باید انسان عاقل از این 3 چیز دست بکشد، چون این 3 چیز عقل او را فاسد می کند و همان گونه که خشکی زمین ها را نابود می کند، این 3 چیز هم عقل تو را نابود می کند. یکم خنده از حد زیاد، دوم تمناها آرزوهای طولانی، سوم ثابت نبودن یا بی استقراری. یکی این طرف یکی آن طرف، یکی این طرف یکی نه. یک چیز رو گرفتی، یک هدفی رو گرفتی، در هدف استوار باش. اما چه خیلی گفتم نه به بهای شرف خودت که هدف گویان حتی عزت و شرف و ایمانت رو هم از دست دهی. یعنی ثابت نایستادن در جای، آرزو و تمنی های زیاد و خنده از حد زیاد ما رو عقلمون رو نابود میکند. و میگوین انسانی که عاقل هست به کارهایی که به آن زورش نمیرسد، قوتش نمیرسد، به آن دست نمیزند. چون به کاری که قوتت نمیرسد وقتی دست میزنی خود را حقیر میکنی و این چونین اصلا به کاری که نکرد از مردم عزت طلب نمیکند، چون عین احمقی هست، عین احمق و بی عقلی هست. کاری را نکردی و میخوایی که مردم تو را بالا داند. و یک چیزی خیلی عجیبی دیگر اینجا گفتن مؤلف که سبحان الله نمیدونم در کیها پیدا کرده می توانسته باشیم در این عصر بی مروتی و نوجوان مردی. میگویند انسان عاقل برای دوستش نه مالش را نه جانش را دریغ نمی داند. انسان عاقل برای دوستش جانش را هم می دهد، مالش را هم می دهد. اما یعنی برای دوستان جانیش که امروز وقت مصیبت سر ما می رسد اکثریت کسایی که یکم حتی سلام خود را دریغ می دارند دوست ها هستند، پناه به الله. دوم میگوید انسان عاقل برای انسان های شناسش یعنی آنهایی را که می شناسد کمک خود را و بودن خود را در مشکلی هایشان دریغ نمی دارد. و انسان عاقل برای دشمنش عدالتیش را یعنی عادل بودن و گفتی روزها چست است، عادل بودن و با عدالت بودنی و خوبی های خود را دریغ نمی دارد. دشمنم باشی هم من با تو حق را میگویم، دشمنم باشی هم وقتی محتاج هستی کمکت میکنم. و این چونین برای مردم عادی سلام خود را دریغ نمی دارد و اصلا از کسی که در کمک کردن به او خرسند نیست یا برای مشکلی های او خوشحال می شود طلب کمک نمی کند. و این چونین وقتی که می داند که سخن او الان هیچ ارزش ندارد در بین کسی سخن نمی کند مگر اینکه مجبور شود. و انسان عاقل اصلا ادعای علم نمی کند. من این رو می دانم، من اون رو می دانم. می دانید من اصلا کی هستم گویان خود را به مردم با علمش معرفی نمی کند. چون که می گویند برای آن که ببخشید برای آن که یکی می رود لهجه من به همون لهجه اشتی، برای آن که علم تو را میگوید مردم باید بگوید نه خودی تو، خوبی های تو را مردم باید بگوید نه خودی تو انسان بی عقل. هر کسی که در همه جا من این خوندم اون خوندم از من پرسید من فلان فلان میدانم میگوید بدانید که نقصان در علمش هست. هر کسی که من این کردم اون کردم گویان از خود تعریف میکند نقصان در علمش هست، ببخشید در عقلش هست. چون عقل تو را، علم تو را، خوبی های تو را مردم باید بگویند، به این مردم باید شهادت دهند نه خودی تو. شهادتی تو برای خودی تو اینجا قبول نیست. و در دوامش میگویند بدانید که بهترین رزقی که خداوند برای شما داده است این است که
یک عقلی که با آن شما توانید بین خوب و بد جدا کنید و اختیار خوبی داشته باشید. و در دوامش میگن انسان عاقل از عاقل بودنش فضل و کرمش کفایه هست. یعنی انسان‌های با عقل خیلی انسان‌های فاضل هستند، خیلی انسان‌های کشادست و به همه خوبی‌هایشان میرسد اگرچه مال نداشته باشند. انسان عاقل حتی پول و مال نداشته باشد هم خوبیش به مردم میرسد و او اصلا و اصلا من پول ندارم گویان از خوبی کردن به مردم دست نمی کشد و تقریبا میگوید تو عاقل را پیدا نمی کنی که آن عاقل را حتی رؤسا، حتی کرسی نشینان، حتی آنهایی که دیگر میداند که در کرسی نشستند، این هم یک نشانه با عقلی نیست، یک نصیبی هست که خداوند برای بعضی ها همچون امتحان میدهد. میگویند انسان عاقل را رئیسان در نزدش وقار میکنند، یعنی او را عزیز میدانند، در نزد او بیهوده بهوده صحبت نمیکنند و انسان عاقل همیشه برای خویش و تبارش در نصیحت است، به خوبی ها امر میکند و همیشه برای برادرانش در کمک است و این چنین همیشه در احتیاط است از دشمن. ولی اصلا و اصلا انسان عاقل به اصحابش، دوستان نزدیک خود حسد نمی کند و این چنین خویش و تبار خود را، نزدیکان خود را اصلا فریب نمی کند و با بدان دوستی نمی کند و به ثروتمندان بخیلی نمی کند و اصلا غمبغلی به او ضرر ندارد. یعنی حتی غمبغل باشد هم او جوان مرد است و برای هوا و هوس خود سرخم نمی کند و در وقت غضب کسی را شکست نمی دهد. یعنی در وقت غضب خود را کنترل می کند و اصلا برای پول و چیزهای دنیا از خود نمی رود و چیزی که در دستش نیست آن را آرزو نمی کند. هرچی در دست دارد به آن شکر می کند و چیزی به دست آورد آن را ذخیره نمی کند، آن را در راه الله به خود و به دیگران صرف می کند و به سبب داخل دعوا و جنگ و تلاش نمی شود. به سپار کردن به گفته خود مردمی ما یا گفتیم به اینو با آن تلاش کردن دست نمی زند. هر کسی که دیدید که همیشه از پی با مردم تلاش کردن است بدانید که نقصان در عقلش هست و او را می بینی میگوید کسی را بیهوده مدح و ستایش نمی کند و خود را چه خیلی در بالا گفت اصلا مدح و ستایش نمی کند، چون وقتی خودت را مدح و ستایش کردی مردم تو را مسخره می کنند، برویت هم بگوین هم از پشت مسخره می کنند و انسان عاقل را همه عزت می کنند اگرچه او کم بغل باشد، اگرچه او از اصل و اصالت زادگان نباشد. همان گونه که حتی شیری که از جنگل برآمد و درون قفس هست مردم از آن شیر می ترسند، از انسان عاقل هم دیگران خجالت می شوند و در نزد او هر چیزی نمی گویند و در دوامش می گویند بدانید انسان عاقل وقتی صحبت می کند مثل یک جسد سالم است و انسان بی عقل وقتی صحبت می کند مثل یک جسمی بیمار است، این طرف و آن طرف افتیده و عاقل را از صحبتهایش می شناسند. یعنی عقل تو به همان حرفهای دهانت وابستگی دارد و دو جمله دیگر یک بار باب عقل را کاملا تمام کنیم اگرچه کمی دراز باشد و می گویند بدانید چیزی که عقل شما رو قوی میکند ثابت بودن، مستحکم بودن در راه راست است، اما چیزی که عقل تو رو نابود میکند عجب است. عجب، خودبینی، متکبری، خود را دوست داشتن، من از دیگران بالایم گفتن و انسان با عقل همیشه در قلب خود صبر را جای کرده است و او برابر بدیهای همسایه، در بدیهای خویش و تبار، در بدیهای همنشین صبر میکند، چون میداند صبر کردن به همسایه، صبر کردن به خویش و تبار، صبر کردن به همنشینت که یا اهل عائلت هست یا در جای هستی به تو به جز خوبی چیزی دیگری نمی آرد
و انسان عاقل اصلا من عاقل هستم، من با عقل هستم گفتن رو هم دوست نمی دارد. و میگویند بدانید برای اینکه عقل شما صیقل یابد به انسان عقلا بنشینید، به صاحبان عقل بنشینید. امام شعبه از تابعین مشهور میگویند ما عقلمون کم است، با انسانهای کم عقل بنشینیم اون همون کم هم می رود و من هر کسی که خود با عقل است و با عاقلان بی عقلان می نشیند خیلی بد می بینم. یعنی میگن خود اینقدر عقل زیاد نداریم، چرا با انسانهای بی عقل نشینیم؟ و هر جایی که دیدید که یک انسانی با عقل با انسانهای بی سواد و بی عقلان هم نشینه است، او را دوست ندارید، چون کمی نگذشته مثل آنها می شود. و میگویند انسانی با عقل خود را در نشستن با انسان‌هایی که اهل علم هستند، اهل فراست هستند صیقل می‌دهد و حتی دشمنش باشد هم با انسان‌های با عقل نشستن را از بی عقلان بالاتر می‌داند. چون اگرچه دشمنت هست از یک با عقل تو یک تجربه می‌گیری، اگرچه دوست نزدیکت هست با یک بی عقل به یک نه به گناه دیگر دست می‌زنی. و باز می‌گویند بدانید عقل شما را، زیاد فکر کردن شما، خاموشی شما و اینچنین اخلاق شما به دیگران گواهی می دهد. وقتی به فکر گپ می زنید، وقتی آرامش ندارید، مردم می فهمند که شما عقل خوب ندارید. و اینچنین خیلی در بالا گفتن آرزوهای طولانی. بعد از این می گویند بعد از اینکه من درباره عقل به شما گفتم، بیایید با هم دعا کنیم که خداوند این نعمت را برای ما بدهد و اینچنین این نعمت عقل را برای خودش استفاده کردن را، برای رسیدن به رضایت پروردگار استفاده کردن را در دنیا و در آخرت برایمان نصیب کند. این بود یکمین موضوع ما درباره اصلاح نفس و آن هم با عقل شروع کردیم. الله نصیب کرده باشد درس دیگر درباره قلب خود را چگونه پاکیزه سازیم و چگونه بجنگیم با آن مشکلی هایی که در قلب داریم و تقوای الله را چگونه به دست بیاوریم. صحت و سلامت باشیم. ان شاء الله صحبت میکنیم.